گنرال محمد باقری فرمانده ستاد کل ارتش ایران روز 9 نوامبر سال 2022 در یک صحبت تلفنی با وزیر مدافع قرقیزستان بختبک بولتوف آمادگی ایران برای مساعدت به حل صلح‌آمیز بحث‌های مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان را اظهار داشت و با تصدیق خبر به تاجیکستان دادن هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی گفت که این درون‌ها تمغه ابابیل 2 بی‌سلاح‌اند و طبیعت تهاجمی ندارند. از سوی دیگر افزود است لشکر ایرانی مقامات جمهوری اسلامی به جانب تاجیکستان تاکید کردند که این هواپیماها را زنهار در مناقشه مرزی با قرقیزستان استفاده نکنند. ایران قبلا گفته بود که چندین کشور از جمله تاجیکستان خواستار خریداری هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی شدند. همین طور ماه سال جاری ضمن بازدید گنرال باقری از تاجیکستان رسانه‌های ایرانی از افتتاح یک کارخانه مشترک تولید پهپادهای ایرانی نو ابابیل 2 در دوشنبه خبر داده بودند، ولی این بار اول است که یک مقام بلندپایه ایرانی علیه به تاجیکستان دادن مقداری از پهپادها را تصدیق می‌کند. ماه سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان با قرقیزستان درگیری‌های خونین سر زد که از دو طرف بیش از 140 کشته و حدود 750 زخمی به جا گذاشت. جانب قرقیزستان در جریان درگیری‌ها از هواپیماهای بی‌سرنشین ترکی تمغه بیرقدار زیاد استفاده برد و در دو حمله این پهپادها در جماعت افق قلچه 18 ساکن ملکی کشته شدند. آن روزها در سگمنت تاجیکی شبکه‌های اجتماعی بسیاری‌ها از مقامات حربی تاجیکستان می‌پرسیدند که آن کارخانه مشترک تولید پهپادهای ایرانی چی شد و چرا جانب تاجیکستان در این جنگ با قرقیزستان از این پهپادها استفاده نبرد.